استاد باید سوال بگم زکات مقصد از 2.5% زیاد آمتیم هیچ نمیکنم از چی؟ از 2.5% زیاد تیم هیچ نمیکنم مثال حدی ای همه کمترین از 2.5% هم خیلی است استاد بله باشه بله بله سوون اونش علاکه صدقه نافله میشد. مثلا شما 4 رکعت فرض خفتن خواندید، با بعدی خفتن 2 رکعت سنت خواندید، با بعدی وقت خواستید یا نماز شکرانه خواندید، طهارت خواندید، نافله خواندید، اجازت است. هر چقدر بسیار خوانید اینقدر به الله تعالی نزدیک شدن میگیرید. الله تعالی گفت که بندگان من به من با یگان عبادت مثل فرض نزدیک نمیشن. از همه حالتی که بنده به الله نزدیک میشه این فرض است. سپس بنده با نافله ها به من نزدیک شدن میگیرد، نزدیک شدن میگیرد، نزدیک شدن میگیرد. اگر یک وجب به سوی من قدم آند، من به سوی او 1 قدم نزدیک میشم. اگر او به سوی من راه گشته بیاد، من به سوی او دویده میرم. یعنی نزدیک شوی ما اگر بیند که بنده حرکت دارد، الله تعالی درستتر نزدیک میشه. بعد گفت که عملهای نافله رو کردم میگیرد حتی احببته، حتی همین بنده رو من دوست میدارم. فاذا احببته، وقتی که دوست داشتم، گوش و چشم و اعضاهای او میشم. ولئن سألنی لاعطینه، اگر از من پرسد من میدیم. ولئن استعاذنی لاعیذنه، اگر پناه طلب کند به پناه هم البته میگیرم. یعنی دعا کند دعاش قبول میشه. به همین درجه رسیده میرم. این درجه و آدم بعد اینکه فرضهای اجرا کرد با نافله ها میرد. زکات فرضی دادید، بله، با همین نافله های داده نزدیک شدن میگیرید به الله تعالی. عمل های خیرم اگر به درگاه الله تعالی قبول شود، مکافاتش عمل خیر بعد خیر. یعنی عمل خیر زیاد کردن میگیرید، قلبتون گشاده شدن میگیرد، دلتون شاد، همین با نسترین طبع خوش میگرده.